ولی به خدا من دقت کردم زنایی که هرچی نتونتر، هرچی نسازتر، هرچی بلد نیستمتر، هرچی ادایی‌تر، هرچی درک نکنتر، هرچی خرج کنتر، عزت و احترام و توجهی که از شوهرشون میگیرن بیشتر. حالا اصلا دلیلش چیه؟ اینه که مردا کلا ذاتاً به صورت کلی خلق و خوشون نازکشه. خودشون که ناز نمیکنن، دوست دارن ناز بکشن. خودشون احساس نیازشون رو نشون نمیدن، ولی خیلی دوست دارن که نیاز بقیه رو برطرف کنن. این میشه که این زنای نتونه، نسازه، بلد نیستمه، نمیتونم بیشتر عزیز میشن، بیشتر عشق میگیرن، بیشتر توجه میگیرن، بیشتر همه میخوان نیازشون رو برطرف کنن. بعد بعضی از ماها میایم چیکار میکنیم؟ هیچ. شدیم یه زن چغر بد بدن که پا به پای شوهر کار میکنیم، پا به پاش خرجی میاریم تو خونه، پا به پاش داریم همه چی رو درست میکنیم، اصلا نیازهای خودمون رو نمیبینیم. بعد اینجوری میشه که اصلا کم کم یادمون میره ما زن بودیم. خب چندشش میشه دیگه اصلا ناز من تو رو بکشه با این کار.